سلام و درود محضر همه بینندگان یوتیوب چینل سنورگ. اینک شما را دعوت می کنم به استماع زندگی نامه یکی از شخصیت های علمی، فرهنگی و مذهبی شغنان زمین. برای معرفت با شخصیت ها و تماشای برنامه های فرهنگی یوتیوب چینل سنورگ را سابسکرایب نمایید. قبل از همه صدای دلنواز این شخصیت را شنوا باشید. یکی از جمله همه شعرها که اجتماعی است دوری از فرقه‌گرایی سروده شده. میخواهم بر شما به خوانش بگیرم و دوستانی که با این علاقه داشته باشند بر اونا تقدیم نمایم. بسیار خوب، میشنویم. هموطنم میهن افغانستان، وحدت اگر خواه و یابی امان. کینه و تبعیض ز دل دور کن، سود نه از سمت و نژاد و لسان. دست به دستی همه بر هم نهید، خدمت این ملت داری بجان. باش هماره پی حب الوطن، عدل عدالت که فزاید از آن. ازبک و افغان و اگر تاجک است، نیست تفاوت ز یکی در میان. نیز ازاره یک عضو از بدن، عضو ز تن قطع مکن ای جوان. ما همه یک ملت و یک کشوریم، بخل اسد از دل خود وارهان. برتری شخص به خدمت بود، تا که به تاریخ شود جاودان. گر تو فریبی دیگران خوردهی، نیست تو را همت و سود و زیان. کشور بیگانه فریبد تو را، گاه به گروهی و زبان و مکان. گاه به پی شیعه و سنی کشد، گاه دهد بر تو دیگر راه نشان. راه مذاهب همه سوی خداست، رحمت او بر همه یکسان روان. چون زن و فرزند نیایند کار، پس ز چه پیچی تو به مذهب چنان. قول خداوند ز قرآن شنو، که به عبث کرده چه نیکو بیان. خدمت مادر وطنم فرض شد، بر همه ای مردم و هم میهنان. من که کریمی اما ولی، نیست مرا قدرت تابوت توان. امروز خاطرات گذشته من را با زنده یاد ملا محمد کریم کریمی ورق زدیم و خواستیم که مخاطبان را نیز با این شخصیت بیشتر آشنا سازیم. ملا محمد کریم کریمی مدحیه سرای، نجومدان، عالم دین و یک تن از شاعران زبردست ولسوالی شغنان است که در سال 1322 در منطقه پستی ولسوالی شغنان دیده به جهان باز نمود. پدر کریمی ملا خوشحال نام داشت و پدر کلانش ملا رحمان. کریمی از خردی زیر تعلیم پدرش آموزش یافت و مدحیه سرایی و علم نجوم را آموخت و با پیروی از اشعار حکیم ناصر خسرو رو به شاعری آورد. اکثریت اشعار محمد کریم کریمی رنگ مذهبی و اجتماعی دارند، ولی گاهی سمند شعرش در میدان عشق و طبیعت سبز نیز جولان نموده، چنانچه فرموده اند: ای گل شیوه تو را من به هوس می بینم، شربتی لعل لبت شسته مگس می بینم. چشم آهوی تو اوش از سر مشتاقان برد، عاشق روی تو را من همه کس می بینم. گر بدین قامت موزون بخرامی سویم، لایق ران تو پرنقش فرس می بینم. ماهلان بهر تمنای تو اند از هر سو، من مسکین که خودم از همه پس می بینم. ناگزیر است کریمی نرسد در کویت، دایما من که خودم مرغ قفس می بینم. محمد کریم کریمی مشهور به ملا کریم تنها شاعر نبود، بلکه در نثر نیز طبع آزمایی نموده است. در 2016 صحبتی که با ایشان داشتم از دو اثر خویش به نامهای رساله حقیقت که نثر است و مجموعه اشعار خویش
یادآور شدند که اقبال چاپ نیافتند. به عمر 33 مویم شده سفید دریغ، نشان علت پیری به من دمید دریغ. یکی علامه به من این نمود من غافل، نسیم مرگ به باغم عجب وزید دریغ. رسد که نوبت تا کوچ می کنم از در، کریمی جام قضا گر به لب چشید دریغ. کریمی بعد از 80 بهار زندگی 5 اوت 1402 به گفته خودش جام قضا را به لب چشید و دنیا را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی باد. تشکر از اینکه شنونده من بودید. اکنون شما را فرا می‌خوانم به شنیدن وصیت‌نامه محترم کریمی که در خاک سپاری آن توسط استاد عبدالواحد احمدی به خوانش گرفته شد. با وقت مردن من دوستان حضور کنید. رباب و رقص نوا را به امر جور کنید. سجا تا حد منزل به صوت پاکوبان و گریه کس نبود، شادی و سرور کنید. که نام ماتم و سوگ از میان بردارید. که نام ماتم و سوگ از میان بردارید، که قلب آل تبارم ز غصه دور کنید. چه زاده هم از اول شادی و طربها بود. چه زاده هم از اول شادی و طربها بود. همین که زادن ثانی ماست سور کنید. با ورد مدح قصاید ز شام تا به سحر، که اشک محفل دین اسم دین به نور کنید. به هر محافل خاصی غزل سرا بودم. به هر محافل خاصی غزل سرا بودم. کنون که نوبت ما شد اما ظهور کنید. دگر ز اول روز و یوم آخر کار، ز خورد و نوش ز هر نوه به قصور کنید. پس از تلاوت قرآن مجمع یاران، پس از تلاوت قرآن مجمع یاران با احترام و با الهان خوش مرور کنید. پس از تلاوت قرآن مجمع یاران با احترام و با الهان خوش مرور کنید. من دیگر قد نال بشم تستاق ز عیب جویی و خرافات گوی را گویید. ز عیب جوی و خرافات گوی را گویید. سخن ز عقل و ادب کن و نه صبور کنید. که این برفت شما نیز می روید همه. که این برفت شما نیز می روید همه. ز خویشتن ز چه رو غافلید شور کنید. کریمه شاد امان روز می بود یاران، تمامی که بگفتم به این مرور کنید.